افزایش میل جنسی مردان با طب سنتی. در این قسمت به معرفی برخی داروهای گیاهی افزایش میل جنسی مردان پرداختیم. مورد اول خارخاسک. خارخاسک یک گیاه کوچک برگداره که مصرف ریشه و میوه اون در طب سنتی چینی و آیورودا رایجه. این گیاه به طور گسترده به عنوان یک مکمل ورزشی در دسترسه و به عنوان یکی از راه‌های طبیعی افزایش تستوسترون و بهبود میل جنسی شناخته میشه. مورد دوم ماکا. ماکا گیاهی ریشه‌ایه که به تقویت باروری و میل جنسیتون کمک زیادی میکنه. میتونید مکمل‌های ماکا رو به اشکال مختلفی مثل پودر، کپسول و عصاره مایع خریداری کنید. طبق تحقیقات انجام شده 42% از مردانی که روزانه 1500 تا 3000 میلی گرم ماکا مصرف کرده بودند، افزایش میل جنسی بیشتری رو تجربه کرده بودند. و مصرف 1.5 تا 3.5 گرم ماکا در روز برای حداقل 2 تا 12 هفته برای افزایش میل جنسی کافیه. مورد سوم شنبیله. شنبیله یک گیاه محبوب در طب سنتیه که به تقویت میل جنسی و بهبود عملکرد جنسی بهتون کمک زیادی میکنه. این گیاه حاوی ترکیباتیه که بدن میتونه از اونا برای تولید هورمون‌های جنسی استروژن و تستوسترون استفاده کنه. این گیاه با داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین تداخل ایجاد میکنه. سعی کنید زمانی که از شنبیله استفاده میکنید قبلش داروهای رقیق کننده مصرف نکرده باشید. یا اگر از داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنید از شنبیله استفاده نکنید. مورد چهارم گیشنیز. گیشنیز یکی از قدیمی ترین گیاهان و ادویه ها در تاریخه. قدمت تخم گیشنیز به 5000 سال قبل از میلاد برمیگرده. گیشنیز به عنوان یک تقویت کننده جنسی شناخته میشه. چینی ها معتقدن که گیشنیز گیاهیه که جاودانگی میاره و از اون در بسیاری از افسونهای عشقی برای کمک به درمان ناتوانی جنسی استفاده میکردن. یونانی ها و رومی ها در معجونهای عاشقانه خودشون از گیشنیز استفاده میکردن. در قرون وسطی نوشیدنی توسط بقراط ساخته شد که به یکی از مواد اصلی در بسیاری از مجالس عروسی تبدیل شد. این معجون حاوی چندین گیاهه: گیشنیز، هل، میخک، زنجبیل و دارچین. اما بعدها این نوشیدنی بیش از حد تحریک میکرد و مصرف اون ممنوع شد. این معجون رو در خانه تهیه کنید و مصرف کنید. مورد پنجم جینسینگ قرمز. جینسینگ قرمز به بهبود میل و عملکرد جنسی و تقویت کمر مرد کمک زیادی میکنه. جینسینگ قرمز میتونه تولید نیتریک اکسید رو افزایش بده. نیتریک اکسید ترکیبه که به بهبود گردش خون و به عضلات موجود در آلت تناسلی کمک زیادی میکنه. همچنین این گیاه به تقویت نعوذ کمک خیلی خوبی میکنه. مواد معدنی و ویتامین های مؤثر برای افزایش میل جنسی مردان. برخی مواد معدنی و ویتامین ها تأثیر قابل توجهی بر میل جنسیتون میذارن. ال-آرژینین برای افزایش جریان خونتون. ویتامین B3 برای بالا بردن سطح انرژیتون. ویتامین D عملکرد جنسیتون رو بهتر میکنه. زینک برای جلوگیری از کاهش تستوسترون خوبه. منیزیم برای بهبود خلق و خوتون و علاقتون به سکس خوبه.